بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه دیگر از درس‌های سیاست اسلامی بحث مسئولیت مردم در مقابل امیرشان را خواهیم خواند که در جلسه گذشته واجبات خود امیر را خواندیم که امیر مسلمین و امیر مؤمنین در نظام سیاست اسلامی چه مسئولیت هایی دارد در قبال ملت خود، و حالا میخوانیم که مردم در قبال امیر خود چه مسئولیت هایی دارند و چه باید که انجام بدهند در روشنایی آیات قرآن و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب ابتداءً صفحه کتاب و بعدا میخوانیم حقوق الامام. امام یعنی هم رهبر، رئیس دولت. توضیح داده که مثل که امام حقوقی دارد بر رعیتش، یعنی اینکه به اصطلاح حق‌هایی باید در مقابل رعیت انجام بدهد، فله علیهم حق، برای او هم بالای مردم حقی هست. مثل که مردم بالای او حق دارن، او هم بالای مردم حقوقی دارن، وگرنه اصلا نظام سیاست نمیتونه پیش بره. ولقد تحدث اهل العلم عن حقوق الامام. علما در رابطه به حقوق امام صحبت کردن. این جمله باید این شکل، کما ان علی الامام حقا علی رعیته، یا للامام حقا، عبارت للرعیت حقا علی الامام باید هم چی باشه. مثل که رعیت حقی با امام دارن، امام هم حقوقی دارد. کمی عبارت یک مشکل داره. خب به هر صورت اهل علم سه چیز یاد کردن در باب رئیس دولت که ملت در مقابل امیر خود سه تا مسئولیت دارند. الطاعه، اول اینکه طاعتش را بکنن، دوم نصرت و یاری دادنش، و سوم نصیحت و خیرخواهیش. حالا ببینید این سه چیز یعنی چی؟ یعنی اینا مسئولیت مردم هست. علاوه بر این یعنی باید به این مطلب توجه داشته باشند. خیلی جالبه که بحث نصیحت رو هم در اینجا آورده. یعنی نصیحت نه تنها که حق مردم باشد، بلکه این مسئولیت مردم است. مردم یعنی اگر سکوت بکنن اینجا مشکل دارد. یعنی باید که صحبت کنن، باید که حرف بزنن، اما چگونه بعداً توضیح خواهیم داد. خب اولا الطاعه، اولین وظیفه به حساب حق حاکم بر رعیت و مردمش در نظام سیاست اسلامی طاعت است. اما این طاعت مقید شده در قرآن و حدیث، یعنی طاعت مطلقه نیست، طاعت مقیده هست. و طاعت مقیده یعنی به این معنا که هر چیزی که حاکم دستور داد اطاعت نمیشه. مقید به این است که حرف او مطابق حرف الله و رسول باشد و مخالف آن نباشد. اگر مخالفت با حرف الله و رسول داشت باز چنین نیست. و لحاظا گفته طاعت ولی امر مسلمین واجب است در غیر معصیت الله مطابق. شاید معصیت نباشد، اما در معصیت طاعت نیست دیگه. روایت صحیح البخاری صراحتاً داریم لا طاعت فی المعصیه، در معصیت طاعت نیست. و آیه مبارکه هم سوره نساء 59 دلالت به این مطلب داره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از الله و از رسول و از اولی الامر خود اطاعت کنید. اما در دنباله آیت باز گفته که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر اختلاف نظر پیدا کردید، گویا خود میشه حاکم یک نظری میده، رعیت او خصوصا اهل مشورت او، بزرگان کشور متوجه میشن که اینجا حاکم به اشتباهه، حاکم به خطاست، یک حرفی مخالف شرع زده یا به خلاف مصلحت ملت و مردم است، باید اینجا نظر بدهن، باید اینجا حرف بزنن، نه اینکه هر چی گفت اطاعت کنن. ها مگر در جایی که نص قطعی نیامده، حاکم مصلحت به چیز دیده، اینجا باید اطاعت بشه. اما در جایی که نص صریح هست دیگه باز اونجا اطاعت از حاکم نیست. و كذلك ما ورد من الاحاديث الصحاح. البته اینا بیشتر علمای امت میتونن تشخیص خیلی خوب بدهن، ولی لحاظ مسئولیت علما در قبال یک دولت باز خیلی زیاد میشه، خیلی بزرگ میشه که علما در این راستا باید دقت کنن، توجه کنن. علمای بزرگی که اهل تحقیقن، اهل مطالعه‌ان، سطح علمی بالایی دارن، باید برای مردم بیدارگری بکنن و در این راستا راهنمایی بکنن و توضیح بدهن و با حاکم صحبت بکنن. مثلا خب احادیث صحیح متعدد هم داریم که تشویق میکنه به اطاعت از امیر. ببینین اصلا امیر به خاطر چیست؟ یکی از عللی که امیر باشد به خاطری که نظم به وجود بیاید. و اگر قرار باشه که هر کس به سر خود چیزی بگوید و کاری بکنه و اطاعت از امیر نباشد، نظم کلا به هم میخوره. پس اطاعت از امیر یک امر کاملا ضروری است
و مردم باید خود عادت بدن بر اینکه مطیع باشن، اطاعت بکنن در چیزی که خلاف شرع نیست، تا اینکه نظم در کشورشان، در ملتشان، در مردمشان بیاید. وگرنه کلا همه چیز به هم میریزه. اگر اطاعت از امیر نباشد، نظام سیاست دیگه سیاست درستی نمیشه، بلکه نظام قبیله‌ای میشه. هر کس به سر خود، هر کس هر چیزی دلش میخواد بکنه، جنگل میشه دیگه. و به همین علت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به این مطلب خیلی تاکید کردن. ببینید این حدیث رو که پیامبر فرمودن السمع و الطاعه علی المرء المسلم، شنیدن و طاعت کردن بر شخص مسلمان لازم و واجب است، فیما احب و کریه، در چیزی که دوست دارد و در چیزی که دوست ندارد. بعضی اوقات حاکم یک دستور میده شما شاید دوست نداری، به طبع شما خوش نیست، نه که مخالف شریعت است، مخالف شریعت نیست، اما به طبع شما خوش شما نمیاد، اما بازم باید اطاعت کنید. چی دوست داری چی نداری اطاعت کنید. ما لم یؤمر بمعصیه، لازم قید میکنه تا وقتی که مأمور به گناه نشود. وقتی امر به معصیت شد فلا سمع ولا طاعه، شنیدن و اطاعت کردن از هیچ کس نیست. که حدیث ان شاء الله در صحیح البخاری است، ان شاء الله در بخاری اول گفته ما ورد فی صحیح البخاری. و همچنین صحابه رضی الله عنهم اجمعین با پیامبر وقتی بیعت کردن علی السمع و الطاعه بیعت کردن. چنانچه عباده بن ثابت روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله ما صدا زدن، ما با او بیعت کردیم. فقال فی ما اخذ علینا، در بیعتی که از ما گرفت با این بود، این جمله بود بایعنا علی السمع و الطاعه، ما بیعت میکنیم بر شنیدن و اطاعت کردن فی منشطنا و مکرهنا. ببینید وقتی چی با امیر بیعت میکنیم و ما از تو اطاعت میکنیم، همیشه انسان به یک حالت نیست. بعضی اوقات در حالت سختی مشکلات وجود داره قرار داره، بعضی اوقات در حالت نشاط و شادی و خوشی قرار داره. در حالت نشاط و شادی و خوشی اطاعت از امیر آسانه، در حالت سختی و مشکلات اطاعت خیلی سخت میشه. و لحاظا پیامبر اینجا تاکید کردن فی منشطنا و مکرهنا، که ما در نشاط خود و در سختی های خود در هر حالت از امیر اطاعت کنیم. وگرنه نظم به هم میخوره. کمی مشکلات شد والله برو امیر کیز، ما کار خود میکنیم. در این صورت دیگه باز که دولتی، ملتی، مردمی وجود ندارد، بلکه هر کس به سر خودش هست. و این عواقب خیلی خطرناکتری دارد. بعضی اوقات شاید بگیم نه من کار خود انجام میدم نتیجه خوب داره، نه خیر. این تفرقه و این پراکندگی نتایج خیلی بدتر میتونه داشته باشه. و اسرنا و یسرنا، در سختی و در آسانی از ما بیعت گرفت که اطاعت کنیم. و اثرت علینا، حتی اگر امیر بر ما ترجیح داد، شما مستحق یک چیزی هستید، یک عنوانی هستید، یا مثلا یک مقامی هستید، یک وظیفه هستید، یک تحفه و هدیه هستید، به شما ندادن، دادن به یک کسی دیگه که از شما پایینتر بود. شما مستحق هستید که یک جای وظیفه‌ای داشته باشین، به شما ندادن، به یکی دیگه دادن، دیگران را بر شما ترجیح دادن. حالا در این حالت اطاعت کنید یا نه؟ بله اطاعت کنید. و اثرت علینا، حالا او درست اشتباه کرده، کار او درست نبوده، اما این دلیل نمیشه که شما اینجا اطاعت باز نکنید، سرکشی کنید. چون سرکشی شما فتنه بزرگتر میکنه، یک فتنه درست میکنه. فتنه اگر نیست فتنه درست میشه. لذا این کار رو انجام ندین. و الا ننازع الامر اهله، این که منازعه نکنین با اهل امر، با رؤسا و بزرگان دولت خود منازعه نکنین، جنگ نکنین، کشمکش نکنین که بله دولت من میگیره بیا در مقابل خروج کنیم، قیام کنیم. نه این اشتباهه. الا ان تروا کفرا بواحا، مگر اینکه کفر آشکار ببینید. عندکم من الله فی برهان، و هم کفر آشکاری که شما از پیش خود درست کنید، نه، کفر آشکاری که از جانب الله برای او برهانی وجود دارد و ادله صحیح از قرآن و سنت رو تایید میکنه. نه اینکه از پیش خود یک حکم کفری درست کنین، بعدا یک تاپه‌ای بزنید و بعدا خروج کنین بگین بله درسته. این اشتباهی، غلط است. متاسفانه خیلی‌ها در زمان ما می‌بینی به همین مشکلات گرفتارن. کفر آشکار و واضحی که همه دیگه میفهمن، میدونن، دلایل صریح و قطعی از کتاب و سنت برای وجود دارد. اگر همچین چیزی بود چشم سمیعا و اطعنا، و خروج بر علی حاکم درست است، چون حاکم مسلمان نیست، حاکم ما نیست دیگه. الله گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر که از خود شما باشد، این که از ما نیست، کافر است. اگر اولی الامر مسلمان بود اما به گناه و معصیت و اینها گرفتار بود، این دلیل بر خروج نمیشه، چنانچه بعداً بیشتر هم میخوانیم. و این روایت که خواندیم در چی هست؟ صحیح البخاری آمده است، حدیث شماره 7056. و دلالت میکند بر اهمیت طاعت این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحاب بیعت گرفته که در هر حالتی، در نشاط و کسالت،
در سختی و در آسانی در هر حالت اطاعت کنند. و دیگه اینکه نگفته طاعت کنید به شرطی که حقوق شما به شما برسد. یک حقوقی ملت بر حاکم دارند، یک حقوق حاکم بر ملت. حالا فرض کنیم حاکم باید وظایف خود انجام بده وگرنه حاکم خوبی نیست. اما فرض کنیم حاکم بعضی از وظایف خود را انجام نداد، تخطی کرد، کوتاهی کرد. آیا این دلیل میشه که ما هم بیایم خروج کنیم بر علیه حاکم، طاعت نکنیم، فتنه درست کنیم؟ نخیر. چون این نتیجه خوبی نمیده، این مشکل حل نمیشه. ها اینجا نصیحت و خیرخواهی خوب است که بعداً توضیح میدیم، اما خروج کار درستی نیست، این فتنه رو بزرگتر میکنه. و لذا تمام اهل سنت و جماعت به اتفاق دارن که خروج بر علیه حاکم درست نیست. و به همین خاطر بسیاری از خروج هایی که در صدر اسلام صورت گرفت خیلی نتیجه منفی داد، نتیجه مثبت که نداد، خیلی نتیجه های بدی داد. و به همین خاطر اعتقاد اهل سنت است در روشنایی احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله که خروج بر حاکم فقط به شرطی درست است که کفر آشکار باشد، در غیر او درست نیست. و معصیت امیر در حدیث آمده که به منزله معصیت پیامبر شمرده شده، چنانچه در این حدیث آمده است من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت کند الله را اطاعت کرده. و من یعصینی فقط عصی الله، هر کس از من نافرمانی کند از الله نافرمانی کرده. و من یطیع الامیر فقط اطاعنی، اگر از امیر خود اطاعت کردی از من اطاعت کردی، و اگر از امیر خود نافرمانی کردی از من نافرمانی کردی. پس نافرمانی از امر امیر مثل نافرمانی از امر پیامبر است، تا وقتی که او امر خلاف شریعت نباشد، خلاف امر الله و رسول نباشد. بعد اطاعت کرد و این سبب جمع شدن مسلمین میشه، اتفاق اتحاد مسلمین میشه و حل مشکل میکنه. و این روایت هم در صحیح البخاری آمده است، اکثر روایت در بخاری و در مسلم است. و طاعت امیر گفته اینجا مقصود بر عادل نیست، چنین نیست که اگر امیر عادل بود اطاعت کنید فقط، بلکه اگر امیر مقداری ظلم هم داشت، ستم هم داشت، حقوق رو هم بعضی اوقات نمیداد، بازم طاعت او در چیزی که گناه نیست واجب است. این حاکم در دیگه جای اشتباهاتی داره، کارهای بدی داره، ظلم داره، اما در این بخش کس امر کرده و امر او چیست به اصطلاح موافق شریعت است، اینجا باید اطاعت کرد. حالا او کار او اشتباه بوده، او غلط بوده، این که در مقابل او چی برخوردی بکنیم بعداً در بحث نصیحت میاییم. اما بحث ما این است که ظلمی که در دیگه جا کرده سبب نمیشه که در این مسئله که خلاف نیست تو اطاعت او رو نکنی. ها اگر امیر در جای چی کرد به اصطلاح امر کرد به گناه، به ظلم، اینجا اطاعت نکن، تو در گناه او شریک نشو، اطاعت هم از او نکن. اما در چیزی که خلاف نیست باز باید که اطاعت کنی. و گفته شریعت دلالت میکند علی طاعت هذا الصنف من الامراء، احادیث متعدد داریم که دلالت میکند که باید اطاعت امیر را کرد حتی اگر ظالم هم باشد، چون در این مصلحتی است برای مسلمین. نه اینکه او ظلم یعنی اطاعت کنیم یعنی او ظلم تایید کردیم، نه خیر، او ظلم کار بدی است، اما اگر اطاعت نکنیم و نظم را به هم بزنیم ظلم های بیشتری میشه، نظم به هم میخوره، دیگه کشوری نمیماند، دیگه دولتی نمیماند، همه به هم میزنن به کله همدیگر، دشمن بیرونی هم یک فتنه خیلی بزرگتر میشه. ولهذا این خروج ها اینا نتیجه منفی داره، راه چاره این نیست، باید از دیگه طریق حل کرد. پس جور و ظلم و فسق بر نفس خود حاکم است. حاکم مثلا ظلم کرده، ستم کرده، فسق کرده، بر خودش است، محاسبه میشه باید بران. و امت مسئول هستن از واجب خود که واجب طاعت است، در دیگه بخش ها طاعت خود را انجام بدن و در این بخش باز چیکار کنن، بعدن در بحث نصیحت توضیح میدیم. لذا در این روایت ببینین از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ستکون اثرة و امور تنکرونها، به زودی یک ترجیح دادن های شما میبینید، حاکم های میاد ترجیح میدهند بعضی بر بعضی به ناحق، و اموری که شما او را بد میبینید که امور خوبی نیست. صحابه گفتن یا رسول الله به ما چی امر میکنی؟ اگر چنین حالتی آمد ما چه بکنیم؟ گفت تعدون الحق الذي عليكم، حقی که بر شما انجام بدید، شما تخلف نکنید، شما وظیفه خود انجام بدید. و تسالون الله الذي لكم، از الله بخواهید حق خود را. خروج یعنی نکنید، یعنی با حاکم خود در جنگ نشوید که نتیجه خوبی ندارد. حدیث متفق علیه است در بخاری و در مسلم. روایت بعدی از علقمه ابن وائل حضرمی است، میگه که سلمة ابن یزید جعفی از پیامبر پرسید یا نبی الله ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم،
میگه اگر امرای بر ما حاکم شدند که حق خود را از ما میخواستند، یعنی طاعت میخواستند، و حق ما را منع میکردند، حق ما را نمیدادند، وظیفه خود درست انجام نمیدادند، چه کار کنیم؟ پیامبر روی خود برگردان. باز دوباره پرسید. پیامبر روی خود برگردان. ظاهرا اون نفر یعنی میخواست چنین حرفی بگیره که ما یعنی خروج بکنیم و پیامبر اعراض میکرد یعنی خروج درست نیست. باز دفعه دوم و سوم پرسید. اشعث ابن قیس میگه او رو کشید و پیامبر بعداً این جمله رو گفت: اسمعوا و اطیعوا فانما علیکم ما حملوا و علیکم ما حملتم. یعنی پیامبر از اینکه همچین حاکمی باشد خوشش نیامد و از اینکه خروج بر علی او بشود خوشش نیامد. بیان کرد که شما بشنوید و اطاعت کنید، بر شماست، بر آنهاست آنچه را که انجام میدهند و بر شماست آنچه که مسئولیت شماست. شما وظیفه خود دارید، اونا وظیفه خودن. یعنی خیلی مثال ساده دیگر، مثل خیلی از بچه‌ها میپرسن، میگه پدر من حق من را ادا نکرده، حالا پدر من بر من حق داره که حقوق او را ادا بکنم یا مادر من مثلا؟ بله، حق پدر بر فرزند یک حق است، حق فرزند بر پدر یک حق است. حالا او انجام نداده، مقصر است، گناهکار است، جزای خود میبینه و تو اگر انجام ندهی باز تو جزای خود میبینی. این دلیل نمیشه که چون پدر حق خود وظیفه خود انجام نداد تو حق داری که حق او رو ضایع بکنی. نه خیر، هر کس به جای خود مسئولیت خود باید انجام بده. والله فلانی‌ها چنین کردن پس بیا من همین کارو میکنم. او حق به جا نکرد، من حق به جا نمیکنم. مثل اینکه فلانی حق مردم میخوره پس من حق او رو میخورم مثلا. فهذه الاحاديث و ما فی معناها تدل علی وجوب الطاعه. تمام احادیث که خواندیم دلالت در وجوب طاعت میکند، دلالت میکند که حاکم اگرچه که بعضی از حقوق را منع بکند بازم اطاعت بشود در چیزی که خلاف شرع نباشد. و دیگه اینکه حتی اگر بعضی از اموال را ترجیح میده، به بعضی میده به بعضی نمیده، ظلم میکنه. و حتی اگه این ظلم به جسم شخص برسه، یک شکنجه میکنه جزا میده، این دلیل یا مال او حتی میگیره، ظلم هست، کار او نادرست است، اما این دلیل نمیشه که ایده جمع بشن به علی او بجنگن. والله او در مقابل ما این کار کرده، این درست نیست. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی را منع کردن. و عقیده اهل سنت جماعت است که در کتب عقیده یکی از اموری که یاد میکنن امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، هر کدام در بخش عقیده خود بیان میکنن که خروج بر علی حاکم رو ما عقیده نداریم. پس بر مؤمن لازم است که وظیفه خود را در این مورد انجام بدهد. و اینها هم به خاطر چیز آخر چی میگه؟ و ذلک صد لباب الفتن، به خاطر که جلو فتنه ها گرفته بشه. تو امروز حرکت میکنی یا خروج میکنی، جنگ شروع میکنی، خب این سبب میشه که افراد دیگری در این وسط سوء استفاده هایی بکنن و نظم در داخل کشور اسلامی از بین بره و مصائب زیاد دیگری بر امت برسه. به این خاطر این کار را اجازه ندادن. دوم نصرت یعنی یاری کردن. یکی یک طاعت از امیر بکنیم، یکی یاری کردن امیر است. امیر در کاری که انجام میده و کار به مصلحت امت است و موافق شریعت است، ما باید او رو یاری بکنیم، کمک بکنیم. ملت با او باید همکار باشد در هر بخشی که باشد، چی در بخش مسائل بیرونی است، جهاد است، مقابله با دشمنان است، متجاوزینی هستند، ملت باید او رو یاری بکنند. و همچنین در امور داخلی، در هر امری که مصلحت امت است و موافق شریعت است، باید که مردم امیر خود را یاری بکنند. لازم گفته لابد للامام حتی یقوم بواجبی من نصرت رعیته له. ناچار است که به خاطر که او بتونه کار خود انجام بده، رعیت او را یاری بکنن. امیر که نمیتونه خود او به تنهایی همه کار انجام بده. به طور مثال تعذیب بغات، افراد باغی و سرکش تعذیب باید بشوند، باید جزا ببینن، تنبیه بشوند که فتنه ای درست نکنن. و الخارجین کسایی که خروج کردن، لازم ملت هم باید یاری بکنن و مکافحت اعدای دین، مبارزه با دشمنان دین و مثل او دیگه اموری که لا یستغنی فیها الامام عن نصرت رعیته له، و امور دیگری که امام بی نیاز نیست از نصرت رعیت، باید که او رو یاری بکنن. البته در جایی که موافق شرع است، چیزی که خلاف نیست، در جایی که درست است. و باز بحث خروج اینها باز بحث خیلی مفصل است که اگر کسانی باشند که اینها به چی باشند، به حق باشند، باز اونجا باید چگونه بشه. و یک عده یعنی آمدن اعتراضی کردن بر علیه حاکم، خروج نکردن، جنگ نکردن، حرفایی زدن، باز اینجا باید علما و بزرگان دولت باید با امیر صحبت بکنن و اونها هم نصیحت بکنن که به روش درست نصیحت داشته باشند و با حاکم هم باید صحبت بکنن که حق اونها رو بده و مشکل حل بشه.
علامه ماوردی گفته امام در صورتی که حقوق مردم را انجام بدهد فقط ادى حق الله تعالی فيما لهم علیه، حق الله را انجام داده. یعنی امیر وقتی که حقوق مردم را ادا میکنه حق الله را انجام داده، یعنی مسئولیت از جانب الله بر شانه اوست. و باز مردم دو حق را باید انجام بدن در مقابل امیر، یکی طاعت، که نصرت. ما لم يتغير حاله، تا حال امیر تغییر نکند، یعنی تا وقتی که خلاف شریعت امری نکند یا اینکه به کفر نرود. و تقصیر امام به واجبات این مبرری برای رعیت نیست که در نصرت در حقش تقصیر کند، چون امام در بعضی از وظایف خود کوتاهی کرده، لازم رعیت هم بیان نصرت نکنن یا یاری ندهند و امثال. نخیر، هر کدام از حقی که بر اوست سوال کرده میشه، هر کس مسئولیت خود انجام بده. و لحاظ پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره به همین کردن، ستکون عثرة و امور تنکرون، که قبلا حدیث را خواندیم که گفتن تعدون الحق الذی علیکم و تسالون الله الذی لکم، حق اونها را ادا کنید و حق خود را از الله بخواهید. شیخ عبدالرحمن ابن سعدی میگوید که و اجمع المسلمون علی ان الجهاد ماض مع البر والفاجر، جهاد ادامه دارد به همراه امیری که چی نیکوکار باشد چی بدکار باشد، تا وقتی خود جهاد به روش صحیح و درست به همراه دشمنان اسلام باشد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرموده است واجب مسلمین این است که سلطان خود را یاری بکنند اذا تصدى للمحاربین، وقتی که آماده شد برای جنگیدن با مخالفین خود، و قطاع الطریق، با دزدان، تا اینکه بر آنها قدرت پیدا کند و مشکل را حل کند. سومین وظیفه، این دو وظیفه شد، اول طاعت، دوم نصرت، سوم نصیحت. نصیحت اصلا کلمه نصیحت فقط از خلوص گرفته شده، یعنی با او خالص باشند، با او پاک باشند، با او چم و فریب نداشته باشند، خیرخواه او باشند. و از جمله خیرخواهی یکی است که اگر راه اشتباهی رفت به او تذکر بدهند. و لحاظا ما میبینیم که عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرمایه که الله رحم کنه به کسی که عیب‌های من را برای من هدیه میکند. یعنی عیب‌ها میگه که بعد اینجا مشکلت داری، اینجا مشکل داری. و به همین علت میبینیم که صحابه شورایی که وجود داشتن بعضی از امور به ابوبکر صدیق مشوره میدادن، حرف میزدن در مقابلش، این کارو میخوای انجام بدی، این کارو درست نیست، گفتگو میکردن، باز او دلیل میگفت، این دلیل میگفت، تا به قناعتی میرسید الاخر. اما فتنه درست نمیکردن، با هم اتفاق میکردن، مشکل حل میشد. و همچنین در زمان عمر بن خطاب و همچنین در زمان خلفای دیگه. و لحاظا نصیحت رو ترجمه کرده، گفته نصیحت یعنی اخلاص، یعنی خالص کردن یک چیز. اصل او گفته مشتق شده از نصحت العسل ای صفیتو، عسل را نصح کردم یعنی پاک کردم، صاف کردم، چیزی که داخلش بوده کشیدم. و توبه نصوحا در قرآن کریم یعنی توبه خالص، توبه خالصانه کن، چون کلمه نصحه به همین معناست. خب کلمه نصحه خیلی توضیح داده، خلاصه معنای او همین است. و بعداً گفته که از جمله دلایل بر وجوب نصیحت به ولات امر که خیرخواه ولات امر خود باشیم، حدیث صحیح مسلم است که پیامبر فرمودند الدین النصیحه، دین خیرخواهی است. ما گفتیم برای کی؟ گفت برای الله، خیرخواه الله باشیم، یعنی حرف الله رو بپذیریم، طاعت الله رو بکنیم و دوستی به الله داشته باشیم، ولی کتابی و در رابطه با الله توحید داشته باشیم، و دیگه اینکه خیرخواه کتاب الله باشیم، کتاب الله رو بخوانیم، یاد بگیریم، طاعت کنیم، پیروی کنیم از آن، تعلیم بدهیم، به دیگران برسانیم. تا خیرخواه رسول باشیم، یعنی از رسول اطاعت کنیم، به او ایمان داشته باشیم و محب به او باشیم. ولی ائمه المسلمین، خیرخواه ائمه مسلمین یعنی بر علیشون خروج نکنیم، از اونها در چیزی که خلاف شرع نیست اطاعت کنیم. و عامتهم، خیرخواه عامه مسلمین باشیم، یعنی چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند. و این حدیث یکی از جوامع الکلم است، یکی از بهترین احادیثی که در عبارات کوتاه خیلی از مطالب دینی خلاصه کرده و توضیح داده. ابن حجر اسقلانی رحمه الله گفته النصیحة لأئمة المسلمین، خیرخواهی برای امامان مسلمین این است که اونها کمک بکنیم بر وظیفه‌ای که بر اونها سپرده شده و اونها رو تنبیه بکنیم عند الغفله، اگر دیدیم غفلت کردن، بی توجهن، اونها رو متوجه بسازیم، صحبت کنیم، نه که فتنه‌گری بکنیم. یک نفر به مجرد یک مشکل میبینه سر و صدا بالا میکنه، یک فتنه‌ای درست میکنه، این فتنه‌گری این مشکل حل نمیکنه. یکی صحبت میکنیم که مشکل حل بشه. و لحاظا باید اونا رو تنبیه کرد در وقت غفلت و صد خلت من در حفل، لغزش کردن خالیگاه اونا رو ببندیم، جلویشون رو بگیریم، توضیح بدیم، نه اینکه جنگ کنیم، سلاح برداریم، نه، توضیح بدیم برایشان.
و جمع الکلمه علیهم، کوشش کنیم که کلمه بر آنها جمع بشه، متفق بشیم، اتفاق داشته باشیم. و رد القلوب النافذه الیهم، قلوبی که از اونها نفرت کرده اونها رو برگرداریم، اونها رو در نفرت نکنید، جمع شیم، اتفاق بهتر است. اگر اینا یک مشکل دارن، درست این مشکلات هست، اما این دلیل نمیشه که خروج بکنیم، این فتنه بزرگتر درست میشه. و من اعظم نصیحت دفع من الظلم، از بزرگترین خیرخواهی به امیر این است که دستش را بگیریم که ظلم نکند، جلو ظلمش را بگیریم، او بگیم این ظلم نکن، بالتی هی احسن، اما بر روش زیباتر و نیکوتر. خیلی زیبا ابن حجر اسقلانی بحث گفته. بعد اینجا توضیح داده، گفته هناك مسئله مهمه تتعلق بالنصیحه، یک موضوع مهمی که به نصیحت تعلق میگیره وجود داره، و او الدعاء لولی الامر. یکی از کارهایی که انجام بدیم ما دعا کنیم برای ولی امر مسلمین. مثل همون سخن فضیل عیاض رحمه الله گفت که اگر بدانی که یک دعای تو قبول می شود چی دعا میکنی؟ گفت او دعا برای اول الامر مسلمین میکنه که الله او را هدایت بکنه. اگر او هدایت چه ملت در آسودگی قرار میگیرن. اگر برای خود بکنم من یک فردم، اگر برای او دعا کنم یک ملتی در آرامش و آسایش قرار میگیرن. پس دعا برای ولی امر اینم نباید فراموش بکنیم که یا الله اینا تو هدایت کن، یا الله تو حقیقت رو به اینا نشان بده، یا الله اینا توفیق کار نیک بده و از بدیها اینا رو حفظ کن. پس امام متحمل مسئولیت بزرگی است و یرعی مصالح المسلمین، مصلحت های مسلمین رعایت میکند. پس خیلی احتیاج داره به دعای مسلمین. لذا شیخ ابن باز گفته الدعاء لولی الامر من اعظم القربات، دعا برای ولی امر مسلمین از بهترین وسایل تقرب به الله هست. چرا؟ البته به نیت بستگی داره. یکی به اول الامر دعا میکنه به خاطر که او پول بده، بعد ما شما خیلی دعا کردم بیاد، او اصلا خالصانه دعا نمیکنه، شاید هم دروغ بگه. و لحاظا اصل حرفیه که دعای خالصانه به خاطر مصلحت ملت، امت و مردم در راحتی باشن و این از افضل طاعات است. و من النصیحة لله و لعباده، این در واقع خیرخواهی برای الله و بندگان الله است. این به خود شخص امیر بر نمیگرده، خیرخواهی برای ملت و مردم است در واقع، چون صلاح امیر صلاح امت است. پس دعا برای او از بهترین دعاهاست. و من اهم النصح ان یوفق للحق و ان یعان علیه، یوفق للحق و ان یعان علیه، از بهترین خیرخواهی ها برای او است که الله او را توفیق به حق بدهد و او را کمک کند بر کار حق. دعا کنیم که یا الله بتانه او را صالح بگردان، هم نشینان او، کسایی که به دور اطراف او هستند، اینا را افراد نیکی بگردان که به او مشوره های نیک بدن. و یا الله او را از شر نفس خودش نگهدار، یا الله او را از شر هم نشینان بد نگهدار. و این دعا برای او از اسباب توفیق و هدایت میشه. این بهترین دعاهاست. یا الله او را از شر خودش نگهدار، یا الله برای او توفیق حق بده، و یا الله برای او توفیق خدمت بده، و یا الله برای او توفیق بده که از شر هم نشینان بد در امان بماند. بعد اینجا میگه و نصح لولات الامر هی جزء من النصیحه، بخشی از نصیحت و خیرخواهی است. ما در باب نصیحت و خیرخواهی خب یک قانون داریم، قطع نظر از امیر، به هر کسی دیگری ما دعوت میدهیم، امر به معروف میکنیم، اونجا یک ضوابط و یک شروطی وجود دارد. از جمله شرایطی است که یکی شخص مفتضح نکنیم، فضیحت نکنیم، نصیحت بکنیم، آبرویش را نبریم، توهین به او نکنیم، فتنه درست نکنیم، جنجال درست بکنیم، مع البعد عن التشهیر. لذا در رابطه با حاکم هم همچنین است. هدف ما این نباشه بله من دیگه چنین بودم، من عالم بزرگوارم که من حاکم رو نقد کردم، حاکم زیر سوال بردم که چنان کرده. اصلا اگر این هدف باشد که باز ما بدبخت و بیچاره ایم. هدف اصلی خیرخواهی باشد که ملت خیر ببینن و لحاظا تا جایی که امکان داره این پنهانی باشه، دوری از مشهور کردن باشه، مثلا مشهور نکنی، چون نصیحت خواهش میکنه اخلاص را و صدق محبت برای منصور را، یعنی خالصانه برای او نصیحت بکنی و رغبت در اصلاح داشته باشی، هدف رو اصلاح باشد. و لحاظا پس تا جایی که امکان داره علما گفتن که این چی باشه، پنهانی باشه این نصیحت. اما حالا اینجا سوالی اهل علم مطرح کردن، اگر حاکم اصلاح نشد، پنهانی رفتیم ما بو نصیحت کردیم گفتیم اصلاح نشد، یا اصلا توانایی پنهانی وجود نداشت، شرایطی نبودی اصلا بتوانی به او دسترسی داشته باشی به حاکم، وگرنه اصل این است که ملت باید به حاکم خود دسترسی داشته باشند، حاکم خود ببینن، اعتماد کنن به او، نه اینکه حاکم رو نبینن، خبر نداشته باشن کجاست، بین مردم و بین حاکم 100 تا حجاب باشه.
نه، باید بین مردم باشه و مردم راحت بتونن حرف خود به او بزنن. اگر همچنین حالتی بود، نصیحت برای او در پنهانی باشه، به روش نیک باشه. سلف صالح نامه می نوشتن، بعضی نامه نوشتن برای حاکم، به حاکم میرسید، حاکم میخوان، نصیحت میشد، مثل نامه امام مالک رحمه الله به هارون الرشید و همچنین خیلی جاهای دیگر. اما اگر فرض کنیم این چیزا امکان نداشت یا نتیجه نداد و یک مشکلی هم وجود داشت و این ضرر او به امت و به مردم میرسید، در این صورت علما و نصیحتگران چه کار بکنن؟ در روش نیک حکیمانه علنی نصیحت بکنن، اشکال ندارد، به شرطی متوجه بشن که فتنه بزرگتری نشه، خیرخواهی بشه، نتیجه‌ای بده، سخن حق برسه، فتنه بیشتر نشه. نه اینکه اگر فهمیدن که ما علنی رو صحبت بکنیم هیچ نتیجه‌ای نمیده، فتنه بزرگتری میشه، جنجال بزرگتری میشه، در این صورت این کارا نکنن. اما اگر میدونه که نه، این کار میتونه نتیجه بده، یا حداقل مردم بیدار میشن، متوجه میشن که حقشون چیست، حقوقشون چیست، یا به اسلام بدگمان نمیشون. بعضی اوقات حاکم یک کار انجام میده به نام اسلام و مردم نمیفهمن، خیال میکنن این از اسلامه، در حالی که از اسلام نیست. ببینید نفر از اسلام منکر میشه. 100% اینجا علما مسئولیت دارن که صحبت بکنن. اینجا به خاطر حفظ اسلام باید حرف بزنن، اما طوری حرف بزنن که مشکل حل بشه، نه اینکه فتنه دیگری باز درست بشه. و به این خاطر ببینید احادیثی که ما در این مورد داریم خیلی جالب است. خب اولا که علنی یعنی نصیحت کردن ما داریم در اسلام، در جایی که ضرورت باشد، در جایی که نیاز باشد. این روایت در اینجا میبینیم در صحیح مسلم است، این کتاب صحیح مسلم است. در صحیح مسلم داریم که در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه که شورشیان فتنه کرده بودند، آمدن پیش اسامه بن زید، به او گفتن که با عثمان نمیری صحبت نمیکنی؟ گفت اترون انی لا اکلم الا اسمعکم، شما خیال میکنید من میرم اونجا پیش عثمان طوری صحبت میکنم که شما هم بشنوید؟ والله لقد کلمته فيما بیني و بینه، ما با او طوری صحبت کردم بین ما و بین ما او بوده، بس خلاص. یعنی در خلوت، ما دون ان افتتح امر لا احب ان اكون اول من فتحه، بدون اینکه من کاری را شروع بکنم که من اولین کسی باشم که این کارو شروع کرده باشم، یعنی علنی بیام یه حرف بزنم و فتنه ای درست بکنم، من این کار رو انجام نمیدم، یعنی پنهانی. پس اصل این است. اسامه بن زید در روایت صحیح مسلم صراحتا اینو بیان کرده، گفته من این کارو میکنم. امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم در اینجا گفته که یعنی المجاهره بالانکار علی العلماء فی الملأ، یعنی گفته من این علنی آشکار اعتراض کردن بر امام و امیر را میگه من شروع نمیکنم اول. و فیه الادب مع الامراء، نووی رحمه الله میگه که این ادب است به همراه امرا، لطف است با آنها و وعظشان هست سرا پنهانی، و تبلیغ است با آنها ما یقول الناس فیهم، که مردم در مورد شما چی میگن، به اونها رساندن است که مردم همچه نظری دارن، همچه حرفی دارن، تا اینکه اونها از کار اشتباه خود باز بدارن. اما بعدن امام نووی چی میگه؟ و هذا كله اذا امکن، اینا همه در صورتی که امکان داشته باشد. ذالک فإن لم يمكن الوعظ سرا، اگر پنهانی امکان نداشت که نصیحت بکنی، والانکار فلیفعله علانیه، علانی بکنه. چرا این کارو بکنه؟ لئلا یضیع اصل الحق، تا اینکه اصل حق از بین نرود. البته تو هم به شرطی که نتیجه میداد، فایده میکرد به روش صحیح، باز فایده ها مختلف است. یکی از فایده ها گفتم در زمان ما بعضی اوقاتی حاکم به نام حاکم اسلامی آمده کاری انجام داده که اون مطابق شریعت نیست و سبب شده که بعضی حتی از دین مرتد بشن. اصلا اینجا سکوت علما به این دلیل درست نیست که بگن ما والله سبب این فتنه میشه، این فتنه بزرگتر از مردم از دین برمیگردن. و حاکمی که متوجه این نکته نیست باید، و ما دسترسی به اون نداریم، اصلا نمیداریم کجاست، مجبوریم، چاره نداریم که این حرف بزنیم. ولهذا اینجا درست است چنانچه امام نووی رحمه الله بیان کرده. و همچنین در روایت صحیح البخاری داریم حدیث 956 در صحیح البخاری از ابی سعید خدری که در روز عید قربان عموما پیامبر و خلفای راشدین وقتی نماز عید میخواندن، اول نماز میخواندن باز خطبه میخواندن. در زمان اموی ها اینها در خطبه های خود حرفایی میزدن که سبب رضایت مردم نبود، مردم راضی نبودن، یکی از مشکلاتشان این بود. ولهذا مروان ابن حکم رفته اونجا بالا شده نماز، اینا باز قصدن چه کار کرده بودن؟ مردم نماز که خوانده میشد مردم به خطبه اینها نمی ایستاد، میرفت دنبال کار خود.
اینا خطبه قبل از نماز انداختن، مردم به خاطر نماز مجبور باشه بشینه. و اینجا است که ابو سعید خدری وقتی که مروان را دیده که میخواد خطبه بخونه، علنا آشکار اعتراض کرده بر او. قال ابو سعید فلم یزل الناس على ذلك حتی خرجت مع مروان. میگه مردم همیشه به اون شکل درست خطبه میخواندن، خطبه بعد از نماز عید، تا اینکه با مروان که امیر مدینه بود بیرون شدیم در عید قربان یا عید فطر. وقتی آمدیم به نماز جا، اذا منبر مناه کثیر بن السلط، یک منبری بوده که کثیر بن السلط ساخته بوده. فاذا مروان یرید ان یرتقیه، مروان رفت که بالای منبر بالا بشه اول صحبت کنه. فجبذت بثوبه، میگه لباس گرفتم کشیدم، یعنی حتی عملا رو کشیده. میگه عمر کشید، ما کشیدم، بالاخره بالا شد بالای منبر. من به او گفتم غیرتم بالله، بالله قسم شما تغییر دادید، حکم دین شما تغییر دادید. او گفت که ابا سعید قد ذهب ما تعلم، او حالت رفت، یعنی ما اینجا بر اساس یک ضرورتی کار میکنیم، با گمان خود یک توجیه حال کرده دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما به خاطر مردم گوش کنن. او حالت تیر شده، حالت دیگری است. فقلت ما اعلم والله خیر مما لا اعلم، او بالله قسم اون چیزی که میدانم بهتر است از اون چیزی که نمیدانم، یعنی حالت تو بد است. خب بعدم باز گفته که مردم نمی نشستن به صحبت های اینا. خب به هر صورت این روایت هم خیلی به صراحت مطلب میرسانه که نصیحت علنی هم بعضی اوقاتی که مفید واقع بشه یا رساندن سخن حق باشه درست است، اما در جایی که هدف فتنه‌گری و سبب فتنه بیشتر این چیزا نباشد، اینا رو باید دقت کنیم. وجوب لزوم جماعت و نهی عن الفرق، باید کوشش کنیم که از جماعت مسلمین خود تفرقه نکنیم، حزب گرایی درست نکنیم در بین مسلمین، گروه بازی نتیجه خوبی ندارد. لذا در اینجا آمده که از حکم ظاهره در وجود ولی امر مسلمین، اصلا ولی امر مسلمین به خاطر چیست؟ از حکمت های آشکار این است که مردم جماعت واحد باشند، متعاون باشند، متآلف باشند و هم الفت داشته باشند، همدیگر را کمک کنند، چون جماعت رحمت است و فرقت عذاب است، تفرقه به درد نمیخورد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و به همین علت نصوص شرعی تأکید کرده بر اجتماع و بر حذر داشته از تفرق و خروج بر حاکم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من رأى من امیره شیئا فلیصبر، شیئا یکرهه فلیصبر علیه. اگر کسی از امیر خود چیزی دید که از آن بد میبرد صبر کند بر آن، چرا که کسی از جماعت به اندازه یک وجب کوشه بگیرد جدا بشود بمیردی به مرگ جاهلیت مرده. منظور از مرگ جاهلیت یعنی مثل که در زمان جاهلیت قبیله بازی بود و حاکمی وجود نداشت، اتفاق اتحادی نبود، این هم همچین حالتی درست کرده دیگه. و در روایت دیگر آمده است کسی که روایت هم کلا در بخاری و در مسلم است، کسی که از امیر خود چیزی دید فلیصبر، صبر کند، فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیتا، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی شبهه از جاهلیت در اوست. ابن ابی جمره گفته مراد به مفارقت سعی فی حل عقد البیعه، گفته که جدا بشود یعنی اینکه بیعت امیر میشکنه، میره اونجا گروه دیگه برای خود تشکیل میده، ولو به ادنا شیء، حتی اگه به کمترین چیزی بده اونجا خود جدا کنه از جماعت. ولازم به مقدار یک وجب پیامبر بیان کرده، چون این سبب میشه که خونها به ناحق بریزد، خیلی فتنه بزرگتر شود. و معنای مرگ جاهلیت یعنی به مثل اهل جاهلیت که بر گمراهی بودند و امامی مطاع نداشتند، اجتماعی نداشتند، جامعه‌ای نداشتند، سیاستی اصلا نداشتند، قبیله بازی بود و به هم ریزی. و مرادی نیست که او کافر میمیرد، بلکه منظور این است که گناهکار است، معصیتکار است، یک شعبه از جاهلیت در وجود دارد و احتمال هم دارد که تشبیه به ظاهر خود باشد، یعنی به مرگ جاهلیت برده واقعا یک مرگ جاهلی است. یعنی چی؟ یعنی یموت مثل موت الجاهلی، مثل افرادی که در جاهلیت مرده‌اند. منظور این است و منظور زجر و تنفیر است که این حالت خیلی حالت بدی است که تو مثل مردم زمان جاهلیت بمیری. به روایت بعدی از ابی هریره رضی الله عنه پیامبر فرمودند من خرج من الطاعه، کسی که از طاعت بیرون شد و از جماعت جدا شد، ثم مات میتة جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. و من قتل تحت رایه امیه یغدو، کسی که در زیر بیرق کوری کور باشه و از روی تعصب بجنگه، به خاطر عصبیت خشمگین بشه، به خاطر عصبیت بجنگه، این از امت من نیست. تعصبات قومی و قومگرایی و گروه بازی بگذارین یک گوشه. و کسی که از امت من شمشیر بکشه، نیکوکار و بدکاران را بزند و بکشد، لا یتحاشا، تحاشی نکند از مؤمنش، مؤمن را بزنه و بکشه و اذیت کنه، و وفا نکند به عهدی که با اونها دارد، فلیس منی، این شخص هم از من نیست. حدیث در صحیح مسلم است، پس هستی ما در جزء اول است.
که از جماعت مسلمین نباید جدا بشیم، وگرنه به مرگ جاهلیت میبینیم. دوستان تا اینجا ما و شما چیزایی که خواندیم در رابطه به 4 رکن اساسی سیاست اسلامی بود. سیاست اسلامی 4 رکن دارد. رکن اول حکم به منزل الله، دوم رعیت و ملت، سوم سرزمین و چهارم امام و امیر مسلمین با شرایطی داشت، حقوق و واجباتی داشت، مسئولیت‌هایی داشت، واجبات رعیت در مقابل او داشتن. اینا همه خواندیم، تمام شد. این یک بحث از مباحث سیاست اسلامی. بحث بعدی که می‌خوانیم سلطه‌های سگانه در سیاست شرعی. در یک نظام اسلامی 100 تا سلطه وجود داره که در نظام‌های سیاست‌های دیگر هم وجود دارد، که همون میشه قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه چی که هست، دفاع که هست، یعنی کسایی که دفاع میکنن از قانون، یا قوه تنفیذیه. در واقع قوه تنفیذی، قوه مقننه، قوه تنفیذیه و قوه قضاییه، که این سه بخش ان شاء الله باز در جلسات آینده، چند جلسه شاید بشه ان شاء الله، این مباحث خواهیم خواند، با دلایل او توضیح خواهیم داد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و در پناه خود داشته باشد و حکامی صالح و نیک نصیب تمام کشورهای اسلامی بگرداند و تمام مسلمین را بر کتاب خود جمع کند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.